فیلم یوسف علیه السلام، سریال یوسف علیه السلام جور کردن. در سریال یوسف علیه السلام کل قصه یوسف علیه السلام در 1 ساعت ختم میشه. خب وقتی که میخوایم از یک سریال 1 ماه جور بکنن، مجبور هستن 80% قصه از این از کتاب‌های قدیمی از بایبل گرفتن. ای فوتیفار و پوتیفار و مچم چطور این پایش گرفتن، 80% از اینا گرفتن. و شما در بایبل است، چون کلی با جزئیاتش در قرآن نامده. قرآن کتاب قصه خوانی نیست. قصه‌ای که مثلا زلیخا دوباره پس جوان میشه، این از قصه های خرافاتی که در بین مردم رواج داره در قرآن و سنت نامده. برن 80% از این، 60% از این از اسرائیلیات است گرفتن، 20% دیگه از این که است یک هنرمند در عالم خیال بعضی چیزا را خیالی تصور میکنن. 10% قصه یوسف علیه السلام مطابق با قرآن است. اما اینجا من یک مطلب کوتاه میخوام عرض کنم. سوالی که همیشه میکنند و معمولا حضرت استاد رحمه الله این بحث را همین جا هم مطرح میکرد، اون اینه که ما در قرآن خواندیم که زلیخا عاشق یوسف شد. آیا بالاخره بین یوسف و زلیخا نکاحی منعقد شد، نکاحی بسته شد یا نه؟ چون معروف است که میگویند یوسف علیه السلام همون پیراهن را و همون چادر را بر زلیخا انداخت. زلیخا هم نابیناییش بینا شد، پیریش جوان شد، دوباره زیبا شد، با یوسف ازدواج کرد. این وقت عزیز مصر مرده بود. با یوسف ازدواج کرد و 2 فرزند خدا بهشون داد. و میگویند که این در روایات اسرائیلی هست، در کتاب تورات هست. لذا بسیاری از علمای ما گرفتند، بسیاری از مفسران ما، مفسران معروف و مفسران مورد اعتماد هم اینو نوشتند. اما ما اعتقاد داریم که این مسئله صحیح نیست، این درست نیست و این را رد میکنیم به چند دلیل. اول ما میپردازیم به اصل این جریان که یوسف علیه السلام با کسی ازدواج کرد که نام پدر او شبیه نام شوهر زلیخا بود. اون در تورات نوشته، بعضی ها اشتباه نقل کردند. در تورات هست که یوسف علیه السلام با دختر کاهن شهر اون به نام فوتیفرع، فوتیفرع با فوتیفار فرق دارد. فوتیفرع این آخرش عین هست و اون آخرش الف و را هست. فوتیفرع که نام اون دختر آسنات بود، ازدواج کرد، 2 فرزند الله بهش داد. یکی اسمش بود منسا و یکی افرایم. خداوند این 2 فرزند را به یوسف علیه السلام داد. و بعضی از محققین ما نوشتند اونهایی که از تورات نقل کردند و گفتن با زلیخا ازدواج کرده، احتمالا اینجا با این اشتباه مواجه شدند که اولا فوتیفرع را با فوتیفار که اون کاهن مصر است و اون عزیز مصر اشتباه گرفتن. دوما این دختر فوتیفرع بود و زلیخا زن فوتیفار بود. لذا اینها اشتباهشون از اینجا بوده، از این تشابه اسمی بوده. و دلیل دیگر بر اینکه یوسف علیه السلام با زلیخا نکاح کرده باشد، هیچ حدیث صحیح در این باره وجود ندارد. و اینکه ما رد میکنیم به چه دلیل هست؟ قبول نداریم، خب شاید بوده شاید نبوده. نه، به این دلیل هست که ما معتقدیم حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه این جمله را می فرماید که هیچ وقت زنان پیامبران بدکار نبودند، فاسده نبودند. زنان پیامبران کافر بودند، مشرک منافق بودند. این کفر و شرک عیبی هست که به خود زن برمیگردد. اما
العیاذ بالله زنا و فساد اخلاقی، این عیب به خود زن بر نمیگردد تنها، این عیب متوجه شوهر میشه، متوجه پدر میشه، متوجه برادر میشه، کل خاندان معیوب میشه، کل خاندان سرفکنده میشه. لذا خدای عزوجل برای پیامبرانش چنین زنانی را انتخاب نمی کند. میگوید ما زنت امرأت نبی قط، زن هیچ پیامبری هیچگاه زنا نکرد. عبدالله ابن عباس میگوید پس بر اساس این قاعده و همچنین قوانینی که ما در قرآن داریم، در قرآن شما انشاءالله در سوره نور میخوانید که الخبیثات للخبیثین، زنان ناپاک برای مردان ناپاک، و الطیبات للطیبین، زنان طیبه و پاک برای مردان پاک. لذا ما معتقدیم برای یوسف پاک و پاک تینت و پاک سیرت هرگز خدای عزوجل این زن را انتخاب نمی کند. ممکنه این توبه کرده ولی دامنش لکه‌دار است، یه روز به طرف زنا دعوت کرد. بنابراین ما این را شایسته نمی دانیم که ما اعتقاد داشته باشیم یوسف پیامبر با زلیخایی که دعوت به اون کار داد ازدواج کرده باشه، چون این عیب و این لکه به شوهر برمیگردد. بنده انشاءالله در سوره نور اگر حیاتی باشد اونجا خواهیم گفت که منافقین وقتی که ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها را تهمت زدند، اونها با عایشه دشمنی نداشتند، با عایشه غرضی نداشتند. عایشه دخترکی بود، 14 یا 15 سال بیش عمر نداشت. با عایشه چه دو عداوتی داشتند؟ اونها عداوتشون با رسول الله بود، میخواستند به رسول الله ضربه بزنند. پس زن انسان العیاذ بالله اگر کاری باشد این ضربه به خود انسان میاد، اگر کافر باشد کفرش به خود زن برمیگردد، شرکش به خود زن برمیگردد. اما زنا نه، به شوهری که زنش فاسده باشد، مگر در اصطلاح هم عربی هم فارسی نمیگویند دیوس، و این بدترین فحش است. و پس این برای کسی هست که زنش این کاره باشد. الله عزوجل انبیاء خودش را از این بر اساس این آیات، این احادیث و این آیه الزانی لا ینکح الا زانیة او مشرکة و الزانیة لا ینکحها الا زان او مشرک که بازم در اول سوره نور میخوانیم، بر اساس این خدای عزوجل برای یوسف پاک چنین زنی را انتخاب نمی کند، بلکه همین عرض کنم زنی بود که به نام آسنات، زن یک راهبه بود و زن کاهن بود، حضرت یوسف علیه السلام انتخاب کرد. عرض کنم خدمت شما حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به یک صحابی مخلصی به نام مرصد غنوی که این به صورت مخفیانه رفت به مکه مکرمه و فرزندان دربند مسلمانان را نجات میداد. بسیار صحابی مخلصی بود، اما این دلداده یک زنی بود به نام عناق، زن زانیه بود. وقتی که میخواست باش ازدواج کنه، اون زن آماده شد با این ازدواج بکند، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بهش اجازه نداد و خواند الزانی لا ینکح الا زانیة. وقتی که پیغمبر به صحابی خودش اجازه نداد، چگونه یک پیغمبر با یک زن که چنین قصدی داشته و چنین اراده‌ای داشته میتونه ازدواج بکند؟ بعد از داستانی حضرت یوسف علیه السلام الله عزوجل خطاب میکند حبیب خودش را، نبی خودش را که ای نبی من، این داستان را، این جزئیات را، این مسائل را از کجا میدانی؟ این دلیل است که با عالم
ملکوت و با عالم بالا در ارتباطی. این دلیل است که بر تو وحی می آید، لذا این دلیل حقانیت و صداقت تو هست. الله می فرماید ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، این از اخبار غیب هست که ما وحی می کنیم به سوی تو. و ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم، نبودی ای پیامبر شما نزد آنان، نزد برادران یوسف، اذ اجمعوا امرهم، زمانی که آنها با هم مشوره کردند درباره امرشان، و هم یمکرون، آنها توطئه کردند بر علیه یوسف. وقتی که جمع کردند امرشون را، یعنی مشورهشان را و درباره یوسف توطئه کردند، تو اونجا نبودی. ولی امروز بعد از این همه هزار سال از کجا داری خبر میدی؟ از کجا داری میگی؟ خب یک پیغمبری که نه یک کتابی خوانده نه یک خط نوشته، بغیر از وحی چیزی دیگه نمیتونه باشه. پس ذالک من انباء الغیب، این از اخبار غیب هست که از طریق وحی به تو می آید ای حبیب من. ثابت شد که تو پیغمبر بر حق خدا هستی. لذا یهود، مشرکین، اینهایی که تو را امتحان کردند، این سوال را از تو پرسیدند، باید ایمان بیاورند. به این نتیجه اونها رسیدند که واقعا درسته. اما و ما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین، نیستند اکثر مردم ولو اینکه شما حریص باشید بر ایمانشان، به مؤمنین مؤمن نیستند، ایمان نمی آورند. با وجود اینکه شما همه جوابهاشون را دادید، همه بهانه هاشون را گرفتید. و ما تسألهم علیه من اجر ان هو الا ذکر للعالمین، شما از آنها هیچ اجری هم نمی خواهید بر این قرآن، بر بیانات این قرآن، بر پند و موعظه های این قرآن. باز هم اونها ایمان نمی آورند. ان هو الا ذکر للعالمین، نیست این قرآن مگر پندی هست برای جهانیان. باید ما از این قرآن پند بگیریم. بعد از این مطلب که هم داستان یوسف تمام شد، حد رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم اثبات شد که واقعا پیامبر به حق خدای عزوجل هست، حال در پایان سوره الله عزوجل موضوع اصلی را که اون موضوع توحید است، موضوع یکتاپرستی هست، اون را مطرح می کند. چون هدف یوسف هم توحید بود و مقصد رسول الله هم توحید هست. الله می فرماید و کأی من آیت، چقدر از نشانات هست، نشاناتی که در آسمان ها و زمین هستند، چقدر از نشانات هست فی السماوات والارض، نشانات توحید در آسمان ها و زمین، که این نشانات را انسان می بیند، می داند فقط خدای واحد است معبود و بس. اما این نشانات یمرون علیها، انسان ها بر اون نشانات مرور می کنند، عبور می کنند، می گذرند، رد می شوند، و هم عنها معرضون، از آن نشانات اعراض می کنند، توجه نمی کنند، به توحید خدا فکر نمی کنند. این آسمان را نمی بینند که این آسمان را آخر کی پیدا کرده، به چه مقصد، این زمین، منافعی که در زمین است، منافعی که در آسمان، در دریاها هست. و ما یؤمن اکثرهم بالله، ایمان به خدا دارند، اما چه ایمانی؟ ایمانی توأم با شرک، ایمانی همراه با شریک گرفتن. لذا الله می فرماید، اقرار میکنه، حیث یقرون انه الخالق الرازق، جلالین گفته، با وجودی که اقرار میکنه خالق الله است، رازق الله است، ولی باز هم و ما یؤمن اکثرهم بالله، اکثرشان به الله ایمان نمی آورند، الا و هم مشرکون، مگر آنان مشرکند، یعنی ایمانی که همراه با شرک است، ایمانی که هم خدا را می دانند و هم غیر خدا را معبود می دانند، هم از خدا استمداد می کنند و هم از غیر خدا استمداد می کنند. پس شرک می کنند،
الله همه ما را از شرک نجات بده. شرک بدترین پدیده است.